یک زن 26 ساله ساکن جماعت خستیورز نویه باباجان غفورов را با گمان قصداً رسانیدن ضرر وزنین به سلامتی دستگیر کردند. وزارت کارهای داخله گفت که این زن شب 2 آگوست تخمیناً ساعت 23:30 در خانه استقامتیش با مرد 26 ساله همدیهش از سبب مناقشه به میان آمده جنگ و جنجال کرده با کرد خوجگی یک مرتبه به شکم او زده است. در نتیجه جبردیده موافق خلاصه تشخیص سودی و طبی به سلامتیش جراحت وزنین جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. نسبت به گمان برشونده بر اساس قسم یکم ماده 110 کودکس جنایتی تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کردند. به او بر اساس این بند قانون از 5 تا 8 سال زندان تهدید میکند. یک جوان 23 ساله ساکن جماعت موچخرف نویه نورآباد نیز با گمان قصداً رسانیدن ضرر میانه به سلامتی دستگیر شده است. وزارت کارهای داخله گفت این جوان روز 6 ایول در زمینه بحث زمینهای علف درویشان در موضع چراگاه چنارک جماعت موچخرف با جوان 21 ساله ساکن همین جماعت جنگ و جنجال کرده او را لطوکوب نموده است. در نتیجه جبردیده طبق سند تشخیص سودی و طبی جراحت میانه برداشته است. به جوان بازداشت شده بر اساس قسم یکم ماده 111 کودکس جنایتی تاجیکستان تا 2 سال کارهای اصلاحی و یا حکم زندان به مهلت تا 2 سال تهدید میکند.